در این شام پرشکوه از دیدارتان خیلی شاد و سرفراز هستیم. امیدوار هستیم که این شام یک شام خیلی خاطرمان و نو تکرار می شود. البته باریدین، چون امروز با دعوت تالار زیبایی سمیه عرب که سرجم آمدیم، حضورتان خیر و نیک باشد. خوش آمدید. دسترخوان پرناز و نعمت، ترانه های پرشور، رقص های جذاب و البته نمایش بهترین پیراهن های عروسی. طبیعی خوش و بالیده و البته آرامش روح و جان نصیب هر یکی شما باشد. و چون در اینجا البته میبینیم که بهترین چهره ها در این محفل خیلی زیبای ما گرد آمدند، حتی مهمانان از دولت هندوستان آمدند و در اینجا بهترین هنرمندان، بهترین چهره های فرهنگ و هنر جمع آمدند. حضور هر یکی شما بالای تخم چشمان ما باشد. البته همه مشکلات زندگی را یک سو میگذاریم و محفل زیبای ما را آغاز میکنیم. سمیه عرب که تالار بخت و سعادت. خوش آمدند.